بزرگ انشاءالله خداوند گندم 3000 سینم 300 همیشه رفته خداوند قرار کردیم 3000 سوم یک آدم خداوند یعنی 6000 سوم 2 کیلو گندم میشه 2 کیلو گندم یعنی 6000 سوم خداوند انشاءالله چیکار میکنید البته این خداوند ادا میکنید حرکت کنید انشاءالله خداوند تا نماز خداوند ایدی روز ایده البته تا نماز ادا کردن این واجبه البته نزد شریعت البته روزای ما و شما بعضی بنقصان میشه بعضی خداوند حالتا خداوند کم بودی ها میشه و مقصد این خداوند صدقات فیتر یعنی شستن همون روزه است تازه کردن همون روزه انشاءالله خداوند این البته ادا کردن حرکت کنیم البته محتاج هستند انشاءالله خداوند اول نزدیک اول خیش میگن بعد خداوند بیگونه البته همیشه خداوند حرکت کردن ادا کردن هر یک تا چیکار کنیم حرکت کنیم انشاءالله خداوند اگر میتونیم هر سال وری کاری کردیم اما امامای محلات تیا جمعش کرده خداوند یک روز پیش اید میارن میگیریمش خداوند اما این با محله کم بغلاشن چند تا باشه روی خط میکنن البته پیش یک روز اید خداوند چی مقداری که میرسه با تیمشو خداوند با نور بالای نور میشه خداوند انشاءالله برای همین این مسئله را با امام خداوند ما جمعه یک مجلس میگذاریم با مسئله میکنیم این مسئله را چخیل که باشد ادا کردن انشاءالله خداوند حرکت کنیم خیلی نمود باشد این سال زکات خداوند 27 میلیون و 200,000 سوم نصاب زکات کسی که خداوند 27 میلیون و 200,000 سوم اگر پول داشته باشه این 2.5% چیکار میکنم زکات میبرن البته خداوند حساب کتاب کنین درآمداتون انشاءالله اکثر سوال جواب شده خوننده میتیمی روزگار گلیم و دیگر فلان این سال هیچی زکات نمیشه زکات خداوند انشاءالله یعنی شما اگر مواد برای پول بانک کردن ماشین گرفته مونده باشه یا که برای سودا خداوند من برگرد و ها کرده چون که اکثری اشلاقای ما شما ایوی خداوند خیلی سودا میشه برای پول بانک کردن اگر گرفته باشه البته حساب کتاب میکنیم این هم حساب کتاب میشه که خونه روزگار خونه و در و ها کرده یا ماشینی که سوار شده میگرده این سند زکات نیست برادرم این خداوند باشه یک دو تا آدم خداوند یک حاجت بروره البته همون زکاتش به هوای برمانده میرود لیکن خداوند البته اگر خونهاتون تیله ها داره خداوند البته من زن هاتون حتی که تیله هاشه سپشکه های تیله هاشه گوشواره تیله هاشه این هم زکات داره برادر البته زکاتش بیارم خداوند حساب کتاب کرده باید که چیکار کنن ادا کنن انشاءالله خداوند و مسئله پولی که خداوند چیز پولی روسی داره چی پولی خداوند خودمو داریم چی پولی خداوند دلار داریم فرق نداره همه پولا چیکار کرده میشه البته خداوند حساب کتاب کرده میشه من حساب کتاب کرده چیکار کنیم البته زکات خداوند دادن حرکت کنیم این فرضه انشاءالله خداوند هیچ کس این زکات این کار کرده نمیتونه زکات کسی که این کار کند البته خداوند تا از دین بیگونه میشه برادران چون که فرض الهیه گوجایی که من اگر قرآن عظیم و شان شما گوجایی که خداوند نماز مدگه در عقیبش است زکات است اقیم الصلاة استعیذ بالله و ایتاء الزکات یعنی شما نماز رو برپا دارید و زکات های مال هاتون ندیه یعنی نماز خداوند با زکات یک جای میسته نبروده خداوند چون که اگر جایی که مثال نماز میخونیم و زکات مدرسن نتیم نماز خدا قبول نمیکنه اگر نماز نخونیم و زکات نتیم قبول نمیشین برگشتی است وابسته است چون که رضای خدا در چی است با رضای پیغمبر صلی الله علیه وسلم یک جای است که خدا میگه استعیذ بالله اطیعوا الله و اطیعوا الرسول شما اطاعت من کنید و اطاعت پیغمبرای من کنید یا که شما مردها را خدا سبحانه و تعالی رازگی شما در رازگی پدر و مادر مقید است اگر چند شما نماز کنه طاعت کنه عبادت کنه و اگر پدر و مادر ناراضی باشد خدای تعالی این عبادت شما را قبول نمیکند
زنها باشد با مردها مقید کرده است. اگر شما بگید که نماز خونین زنها تو گید که حجاب کنن، طاعت عبادت کنن، اگر شوهراشون ناراضی باشن الله سبحانه و تعالی عبادتی به اونها قبول نمیکنه. ببینید برای این سو که به دیگریش وابستن، البته به دیگری چی میشه؟ پر کاملا مکمل میشه خدا خواهد انشاءالله. برای همین ما و شما این سورم البته که صدقات فطر را البته ادا کنید خدا خواهد. خوننده چند کسی باشه، 8 کسی می 10 کسی می هر یک آدم را خدا خواهد 2 کیلوی گندم میتونین گندم داشته باشید، گندم که نداشته باشید البته قیمتش خدا خواهد کتابی زکات خدا خواهد زکات در چیه پولش هم که میشه خدا خواهد. مثل که بزرگ امروز گفتیم من پرسیدم گندم را خدا خواهد 6000 سوم یعنی 3000 1 کیلو 3000 خدا خواهد 2 کیلو 6000 میشه یا هم پل ادا کنی خدا خواهد یا بتونه گندم که خدا خواهد انشاءالله خیلی که وای دوره حالت البته ادا کردن حرکت کنی تا خدا خواهد نمازی چیه البته ایدی خدا خواهد یعنی ایده ادا کرده ما چیکار نکن بجا آوردن شرط و ضروره برادران. البته فدیه که خدا خواهد کسانی که روزه نمیگیرن ایجیتی بیماری از جهت خدا خواهد انشاءالله یا که حامله داری یا که فرزندای میمکندگی دارن یک روزشونه 25000 سوم میتین. یک روزشونه 25000 سوم یعنی یک ماهش چند میشه 750000 سوم چیکار میکنن فدیه میتین انشاءالله. بعد اگر با درست شود خدا خواهد البته با چیکار میکنن این یعنی روزه داشته میتین. روزای بگیم که کوتاه روزا نماند دکابر بگیم که روزا کوتاه میشه خدا خواهد انشاءالله اما روزانده با اگر خدا خواهد بیماریشون نقش شود بعضی مسلمان کسلی یعنی که سخر دارن دویم اوقات خود مثلا نبستن اگر طبیبا خدا خواهد انشاءالله اگر توصیه کنن که حقیقتا خدا خواهد اگر خود روزگیری ضرر داره یا که بچه‌ای که زن‌هایی که شیر مکنن یا که حامله دارن یا که مسافرها هستن البته اسلام اجازه دادگی است خدا خواهد. دین ما و شما دین عادل است الحمدلله به عدد شکر الله سبحانه و تعالی چنان مهربانه برای ما و شما فقط ما نمیفهمیم درست وای نمیکنیم اجرا کردن نمیتونیم بعد نادرست میفهمیم خلاص خدا خواهد. لیکن همه چیز خدا خواهد عادی ترین اسلام است که میانه حال است خدا خواهد. اگر خدا خواهد اسلام پورا درک نگری هیچی ما و شما نه جبر میشه نه ظلم میشه هیچی نیست خدا خواهد. فقط سبو که آسونیه. حتی پیامبر فرمودن که من برای شما پیغمبر شدم برای سبو کردن. پیامبر ما و شما خدا خواهد برای ما و شما من گفتم که نماز تراویح نبینید. پیامبر سلام 3 شب وقتی که نماز تراویح خوندن حتی که مسجد پر شده برفت 4م شب بگن نبورمدن. برای چی؟ گفتن که برای امتون فرض نشود عذاب نکشد. ببینید پیامبر صلی الله علیه و سلم خدا خواهد غمخواری امت بودن. همین این چیزا برچی در دور حضرت عمر الحمدلله این چیز تشکیل شده است. همین خدا خواهد دینی ما و شما دینی عادی ترین است دینی ساده است خدا خواهد برامین البته این چیزا خدا خواهد پر را چکا کنیم البته حرکت کنیم خدا خواهد بجا بیاریم حرکت کنیم ادا کنیم خدا خواهد شاید الله سبحانه و تعالی چکا کنند این عبادت های ما و شما را خدا خواهد این طاعت عبادت این عمل های ما و شما الله شاید به درگاهش قبول نماید البته سایبان آخرت بگرداند وقت هم شده است خدا خواهد. البته نماز سر میکنیم انشاءالله خدا خواهد خوبی پیش الله میستیم عبادت میکنیم طاعت میکنیم البته بنده بی سهو و نقصان نیست همه ما شما سهو نقصان داریم کمبودی ها داریم خدا خواهد انشاءالله البته این کمبودی ها را برای پر کردن مکمل کردن الله سبحانه و تعالی برای ما شما کوچ و قوتی از خدا خواهد من اندک وقت مون خیلی که در عرفیت میگن دهی درام 20 پرام خدا خواهد نه 2 هفته بعد میبینی که از کی راضی از کی ناراضی. امروز در بازار مشاهده کردم چنان بیناموسی ها چنان خدا خواهد بی‌غیرتی ها که مردهای کپکلو خدا خواهد روشات اقلا مسلمان هم دعوای مسلمانی میکند اقلا یک ناموس ندارد که عرق خوزه گشته است ناموس ندارد که خدا خواهد این مسلمان ها 10 یک روزه دارد میشه در پیش خودداری کنم چنان بیناموسی خدا نگه دارد با دعوا میکنن ما مسلمان همه مسلمان است
حتی ای که میگه روز خور باشه مزیت بیماری در یک خونه خلوت درا خور. حرمتی چی؟ اسلام. حرمتی انشاءالله خدا خواهد روزه. حرمتی مسلمانان. یک جوان دیدم بدبخت مست است. خدا نگه دارد. در این ماه شریف، در این ماه بزرگ، این ماهی که خدا خواهد انشاءالله آرزو میکنن تمام مسلمانان، ماهی که خدا خواهد دروازه جنت کشادگی است. امروز رحمت خدا خواهد برای روی شما کشادگی است. بعضی بدبخت ها امروز رحمت خدا نامید، از خدا نمیترسن، ناموس نمیکنن نکنن. کجا شد این ناموسی مسلمانی؟ کجا شد؟ کجا شد عقیده اسلام؟ کجا شد امروز؟ کجا رفتیم ما؟ چنان به غیرت شدیم، نه ناموس داریم نه آر داریم. خدا نگه دارد. الله اون به توفیق خواهم خدا توفیق دید. با میگه که من از خدا میترسم. یک خدا این بچه خدا خوردگی است، میگه من از خدا به حد میترسم. همین ترسی خدا است. ناموس نداریم، روزه خورده گشته و خدا میترسید است. ما خدا نمیترسیم. استغفرالله. خدا نگه دارد. چنان رسید، چنان دوره های بی‌ناموسی، چنان دوره های بی‌غیرتی، همه دعوه های پوچ. مسلمانان دعواش پوچ. این است دعوای مسلمانی. خدا نگه دارد. خلا ناانصافا یک ناموس ندارد، غیرت خیلی اسلامی نداری، یک ناموسی خدا خواهد مسلمانی کن. گوی بیچاره مسلمانان روزه دارن، بیست یک خلوت دارن، در جای خلوت خودم. خدا نگه دارد. پروردگار عظیم و شان و هم خدا خواهد انصاف کرد. که انصافش میتید؟ انصاف مثل یک کلید نیست. از بالا خدا خواهد پرتیده که خدا غیرت میکنی، خدا خواهد ترک میکنی، شب و روز از خداوند و سوی خدا دعا میکنی و سوی خدا خواهد غیرت میکنی، بگردی حرکت میکنی انشاءالله. خدا خواهد گفتن صحبت همه کم شود. من نمیدونم با این زوی چی صحبت شود. الحمدلله بیادت شکر تا جان داریم صحبت میکنیم، تا جان داریم غیرت میکنیم. نیکی الله غیرت اسلامی تید. الله همه به توفیق خود توفیق دید. خدا خواهد انشاءالله. یک شبای خواباش نه یک خدای تعالی ترسونشون بیارم. شاید خدا خواهد بخیر بیان، شاید طاعت کنن، شاید انشاءالله عبادت کنن. همیشه سربلند باشین، همیشه شاد باشین. این عبادتی که عاجزانه داریم الله سبحانه و تعالی به درگاهش قبول نماید، سایبان آخرت بگرداند. همیشه آن عاجزانه عبادتی که امروز داریم خدا خواهد البته مکافاتش جنت است. عزیزان من شما دلگیر نباشین. خدا خواهد حتی برای شما یک در جنت دروازه است، ریان. خدا خواهد فقط روزه‌دارا همونجا داخل میشن، یگان کسی راه نمیتین دیگر فرشته‌ها. فقط روزه‌دارا خوانده میشود، دعوت کرده میشود. برای شما علاوه خدا دلگیر نشین. خدا خواهد دروازه دارد انشاءالله. همون جنت خدا خواهد پگر روزه‌دارا داخل میشین. همیشه شاد، همیشه سربلند باشین. و آخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمین بفضل سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. پاک پروردگار آنچه عاجزانه طاعت عبادت کریم در این شب‌ها قیام داریم، خداوند خودت به درگاهت قبول نمای، سایبان آخرت بگردانی. خودت در حدیث قدسی وعده کردی استعیذ بالله الصوم لی و انا اعوذ به. روزه برای من است و این اجر و مکافاتش من خودم میتیم. البته این روزه دارای تمام دنیا را از این خدا خواهد مکافات ها محروم مگردانی. عاجزانه به چی کمبودی ها، به چی نقصان ها این عبادت ها را داریم. خداوند به درگاه قبول نمای، سایبان آخرت بگردانی. ثواب شه به گذشتگان همین جمعیت، همین مسجد آباد کرده برفتگی ها را خداوند خود طریق رحمت شایسته جنت بگردانی. و این بیماری که برای ما و شما تشویش آورده است خداوند زودتر از این دنیا، خدا خواهد زودتر از این عالم خداوند خودت دیر بگردانی. همیشه خرسندی ها بالای خدا خواهد خرسندی برای اهل مسلمانان. خداوند ظفر و قوت طاعت عبادت عطا نمایی. صلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی آله و اصحابه اجمعین برحمتک یا